این ویدیو را به هر مهاجری که روان کنید به شما رحمت میگوید. فرق ندارد که او زن است، مرد هست یا گражданство دارد، فرق ندارد. در مسکو پاتنت در سال 2025 می شود 8900 روبل، حالا باشد 7500 روبل است، 1400 сум فرق میکند. در پیتر هم قیمت شد، در سوردلوفسک هم، یکاترینبورگ، در تمام جا قیمت شد. دوستان عزیز، چی گفتنیم؟ شما حالا اگر میخواهید که 2-3 ماه پریود پول سپریده همین پول ها رو اکونوم کنید، مرامت با نرخ همین 2024 سپرید 2-3 ماه پریود و در سال 2025 شما بالایی سوم نمی سپرید. حالا از بانک آنلاین هایتون یا اینکه نمیدونم پگاه روزانه رفته از یگام جایهای دیگر میگذارونید، شما 5 روز وقت دارید تا ماه январ در اومدن شما زودتر همین مبلغ ها رو، یعنی که 2-3 ماه پاتنتتون رو پیشتر سپرده اکونوم کنید. از سال 2016 این گپ رو فقط گفتم میایم. هر کسی که ما رو گوش میکرد باور میکرد رحمت میگفت، چون که من خودم همین خیلی میکردم. دوستان عزیز، سپیسکای تمام شهرها رو که پاتنت چقدر قیمت شدگی است در ویدیوی آینده حتما با شما میگویم، تیار کرده ایستادم. حتما کسی ابونه نیست ابونه شوید، چون که تو اینکه از نوار آینده بخبر نمونید. و همچنین در سال 2025 14 قانونی نو برای مهاجران به امضا رسید که همه اونها رو یک تا به شما خدا خواهد میفهمونم. حتما ابونه شوید، نوار رو پانگ کنید که همه برادران دیگری هم نیز آگاه باشند. خداوند نگهبانتون.